گفت گشتیه واسه این که بگیرتم خلاف اومد توی خیابون باریک و راهمو بست. دنده عقب گرفتم، بار اولم که نبود فرار کردم از دستش. خلاصه فرار کردم از دستش. میدونی که تو شغل ما از این اتفاقا زیاد میافته. چند وقت دیگهش با بهترین رفیقم بودم. من نمیخواستم با خودم ببرمش ولی قفلی زده بود و ولکن نبود. آخه به هم شک کرده بود ولی نمیدونست دارم خلاف میکنم. منم نمیخواستم بفهمه. از بعد روزگار همون شبی که رفیق با هم بود اینا ایست بازرسی زده بودن. ایستادن، منم گاز زدم. رفیقم گفت چیکار میکنی احمق؟ گفتم رفیق تو راست میگفتی، من دارم خلاف میکنم. اگه بگیرنم بیچاره میشم. پدر و مادرم تو بیمارستان منتظر پولن که من واسهشون ببرم. تو که میدونی اونجوری هم نگام نکن، راه دیگه ای نداشتم. آخه من باید چیکار میکردم؟ میگه رفیقم دیگه هیچ حرفی نزد. به خودم اومدم دیدم چرخای ماشین رو زدم. واسه اولین بار تو زندگیم گیر افتادم. خلاصه ماشین رو گشتن، یه بسته از توش در آوردم. من از ترس قفل کرده بودم و هیچی نمیگفتم. رفیقم گفت واسه منه. جفتمونو بردم، بهش گفتم چرا این کارو کردی؟ گفت رفیق واقعی همینجور موقعا باید پشت رفیقش باشه. تو هم نگران من نباش، برو بالا سر پدر مادرت، بهت نیاز دارن. میگه منو یکم نگه داشتم، بعدم آزادم کردم ولی واسه رفیقم 5 سال بریدم. رفیق فقط خواستم بگم کلی روز گذشته و من 1000 تا رفیق دیگه هم پیدا کنم تو رو یادم نمیره. آخه تو همیشگی میری.